دیروز با یه عزیزی صحبت میکردم که داشتم میگفتن که فلانی وقتی که دامادش میاد خونشون و دخترش رو جلوی اینا بغل میکنه و میبوسه از پیشونیش، اینا ناراحت میشن و میذارن به پای بی‌حیایی این داماد. ببینین عزیزان، پدر مادرای دهه‌های گذشته جلوی بچه هاشون همدیگر رو بغل نکردن، همدیگر رو نبوسیدن. چرا؟ چون از نظرشون این کار بی‌حیایی بوده. اما تا دلتون بخواد به همدیگه بی‌حرمتی کردن، با همدیگه جلوی بچه ها دعوا کردن، شخصیت همدیگه رو زیر سوال بردن، به همدیگه توهین کردن و الی آخر. ببینین عزیزان، نسل‌های ما به اندازه کافی تاوان اشتباهات شما بزرگواران رو داره میده، تاوان خیلی از اشتباهاتتون رو. اما بزرگواران، عشق ورزیدن با حد و حدود و در چارچوب، اینکه کسی بیاد همسرش رو بغل کنه و از پیشونیش ببوسه، زشت نیست، بی حیایی نیست، توهین، بددهنی، بی احترامی، اینا زشتن. لطفاً عوض کنین فکراتونو، خواهش میکنم.